ردگیری خرج‌ها 7 روز ساده به نظر میرسه، حتی کمتر از ارزش تلاش. اما این یکی از عادت‌های میلیونرهاست که بی سر و صدا همه چیزو تغییر میده. برای یک هفته هر پرداخت، کارت کشیدن، انتقال پول و حتی فقط چند پوند است ثبت میشه. هیچ چیز آنقدر کوچک نیست که حساب نشه. هدف قضاوت کردن نیست، بلکه این است که بالاخره ببینیم پول واقعاً کجا خرج می‌شود، نه جایی که ذهنمان وانمود می‌کند خرج می‌شود. بیشتر مردم با یک داستان درباره خرجشون زندگی می‌کنن. اونا فکر می‌کنن تقریباً هیچ خرجی نمی‌کنن یا فقط یکی دو هزینه بزرگ مشکل ساز است. حفوظ پیگیری معمولاً این توهم را از بین می‌برد. الگوها نمایان می‌شود. خروجی تکراری، سفارش‌های کوچک آنلاین، اشتراکایی که چون نامرئی‌اند واقعی به نظر نمی‌رسند. این هفته تبدیل به یک آینه می‌شود. نشون میده که چقدر پول اغلب به طور خودکار جابجا میشه بدون اینکه تصمیم واقعی گرفته شود. این عادت کسل کننده است، چون وعده ثروت فوری یا تغییر چشمگیر نمیده. در ظاهر هیچ چیز متفاوت به نظر نمیرسد، اما در زیر سطح آگاهی در حال شکل‌گیری است. دیدن اعداد به صورت سیاه و سفید باعث میشود دیگر نتوان به خود دروغ گفت. ذهن دیگر نمیگوید چیزی نیست و شروع میکند به پذیرفتن اینکه این یک عادت است. این تغییر از ابهام به شفافیت جایی است که کنترل واقعی آغاز میشه. میلیونرها و کسانی که جدی به دنبال ساختن ثروت هستند از همین نوع پیگیری برای هوشیار ماندن استفاده می‌کنند. آنها می‌دانند که خطر یک اشتباه بزرگ نیست، بلکه هزاران اشتباه کوچک و بررسی نشده است. یه ثبت ساده 7 روزه اغلب دقیقاً نشون میده کجا میتونن بدون احساس محرومیت هزینه‌ها رو کاهش داد و پول رو به سمت پس‌انداز، کاهش بدهی یا سرمایه‌گذاری هدایت کرد. این کار احساس گناه مبهم را به اطلاعات دقیق تبدیل می‌کند. قدرت این عادت در خود 7 روز نیست، بلکه در چیزی است که آنها آشکار می‌کنند. وقتی کسی الگوی واقعی خرج کردنش رو ببینه، دیگه نمیتونه آن رو نادیده بگیره. انتخابای آینده با در نظر داشتن آن خاطره انجام می‌شود. حتی اگر این پیگیری فقط ماهی یک بار یا هر 3 ماه یک بار تکرار شود، رابطه با پول را صادقانه نگه می‌دارد. در این صداقت ثروت فرصت رشد پیدا می‌کند.